یقینا هرگاه انسان چشمش به پیشرفت، ترقی، تعالی و نظممندی انسان میفتد به خود افتخار میکنه و به یاد همان کلام رب العالمین میفته آنگاه که میگفت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. در آنگاه که الله سبحان و ملائکه گفت که من یک موجود خلق میکنم، یک خلیفی در زمین می آفرینم، ملائکه برشی گفت موجود خلق میکنی که اونا فساد بکنن در زمین. صحیح است، انسان ها فساد کردن و میکنن و همیشه خطاهای خود را دارن، ولی انسان موجود نظاممند است، موجود است که زندگی خود و حتی دیگر حیوانات و موجودات را نیز تأمین میکنه. هرگاه شما به جاده ها نگاه میکنید، به سرک ها نگاه میکنید، به آبادی نگاه میکنید، همان هایی که الله سبحان میفرماید که ما انسان را از زمین ها فریدیم تا در این زمین آبادی را به وجود بیاورد، در این زمین خدمات را دارا باشد. انسان آنگاه افتخار میکنه چقدر زیباست. شما سعی کنید به خود چی خوب خانه ها جور کرده، این انسان است، برای خود خانه ها میسازد، برای خود موترها و سیاره و ماشین ها میسازد تا در او به آسایش و آرامش و راحتی برسند. و زیباست آن ذاتی که انسان را از عدم آفرید. بدانیم عزیزان دل، کلید راز موفقیت، راز آسایش، راز پیشرفت، راز ترقی و تعالی انسان ها در چیست؟ نیست و جز علم. اون روزی که من تو در همانا موتر، ماشین، ترین، تیاره، هر چی که برش میگیم قطار می نشینیم مانند خانه راحت و از او استفاده میکنیم، اینا همگیش نرسیدن مگر بر علم و دانش. شما سعی کنید چه خوب نظم، چه خوب پارک کردن. این است انسان موجود نظاممند. البته میدانیم انسان این کمالش از خودش نیست. شما میبینید الله سبحان حیوانات دیگی رو آفریده، ولی این مزیت های انسانی است. یکی از مزیت هایش انسان موجود نظاممند است. انسان موجود است که دارای عقل سلیم است، دارای تفکر است، تعقل است. دیگه موجودات شما دیده باشین، شما میدونید انسان فاقد همچون چیز هستن، فاقد اختیار هستن. انسان الله سبحان برش اختیار داده، قوی اختیار داریم، قوی سنجش داریم، خوب از بد تفکیک میکنیم. خب همه اینا ممنون علم و دانش است. شما میدانید اگر انسان میخواید در دنیا به درجه علیا ترقی و تعالی برسه، مسیری ندارد مگر به این که علم کسب کند. من یکی از شبها در چندین شب در یک منطقه ترکیه در بنام بلیکدوزو میگفت، همویستگاهش مرمره میگم، در اونجا در یک بلند منزل بود. نشتم میدیدم که انسان ها چگونه زیبا همین موترها بسیار کوچک معلوم میشن، قطار شبها چراغایشان روشن و هر کدامش در این طرف مسیر خانه های خود در حرکت بودن و به طرف خانه ها و سرپناه های خود میرفتن. در اونجا بس بازم مرا خنده میگیره که انسان چقدر زیباست، چقدر موجود نظم یافته است که الله سبحان را خلق کرده و بر زندگی خود نظم بخشیده و میره زیبا به خانه خود، خانواده خود. و به هر صورت دوستای عزیز، گپ به درازا نکشه. هدف می بود که اگر می خواهیم به درجه علیا اعلا و بلند زندگی برسیم، باید علم کسب کنیم. اگر می خواهیم که
همچنان آخرت زیبا داشته باشیم باید علم کسب کنیم. الله سبحانه میفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات. چنانچه در سوره یاسین میفرماید، این آیه بسیار الله سبحانه تکرار کرده. در سوره یاسین میفرماید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. قسم به زمان یا حسر. این الانسان لفی خسر، به تحقیق انسان ها همه در زیانند الا الذین آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردن. ایمان البته ایمان داشتن ضامن دانش است، یعنی اگر من ندانم علم کسب نکنم از کجا ایمان به وجود خواهد آمد؟ باید بدانم این دانش تنها به مرد نیست بلکه به زن هم است که متاسفانه اکثر انسان ها را میبینه میگه که علم به زن ها فرض نیست. نه عزیز دل، دانستن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله این خودش دانستنش علم است. باید ما شروط از این را بدانیم، معنای از این را بدانیم. اگر معنای از این را ندانیم ما مسلمان نیستیم، اکثر معنای اشتباه میکنیم. پس زیباست که بفهمیم که لا اله الا الله نیست معبود بر حق قابل عبادت الا الله مگر الله سبحانه. محمد رسول الله، محمد که است بنده و فرستاده الله دیگه. ثانیا شما میدانید که الله سبحانه موحد گناهگار میبخشه و عابد مشرک میفرماید. الله سبحانه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله نمیبخشد کسی که به الله چیزی را شرک بیاره و میبخشد ما دون از کسی که پایان تر از شرک مثلا چی بکنه، به الله شرک نبیاره و الله را به وحدانیتش بشناسه. اگر بخواه سعی ولی قطعی کرده که ما مشرک نمیبخشم. چقدر زشت است امروز فرزندان ما، دختران ما، مادران ما اکثرا میبینیم از ناآگاهی، از نادانی یا به قبور میرن از قبرها کمک میخواین یا به پیش جادوگران میرن از جادوگرها کمک میخواین. ما خود ما یک وقت به مرض مبتلا بودیم، بارها و زیارت‌های غزنی افغانستان میرفتیم و از اونجا من شخصا در بند شمسایی بودم. چی بود؟ میفهمیدیم و ناستارهای لحافظوزی برای ما تار میکشیدن و بر ما میدادن و یکی از روزها پدر و مادرم پیش بود برای دادن دیگه، تفلا هم بود با ما زیاد بودیم. من گفتم مادر این دست تار لحافظوزی برم داد، همون که ما روزانه با او گودی بران را بلند میکردیم. برای گفت چیز نگو کور میشی. ما آنقدر از این قبرها ترسانده بود. الله را شاکر هستم که امروز پدرم با توحید از این دنیا رفت، با خرافات، چرندیات، با شرکیات ویدا کردن و او را پشت سر زد. نه تنها پشت سر زد که همیش مانند کوه در مقابل از این خرافات و چرندیات استا شد. در مقابل او کسایی که حضور مرشد میکردن، او اسقاط خورا، ملاهای بدبختی که مردم از مسیر حق به انحراف کشیده بود، همچنان مانند کوه ایستاده شد. الله پاک جنت فردوس نصیبشان بکنه. و دوستان عزیز و شما هم پیام همیست که ما مسلمان ها، ما انسان ها باید اگر دنیا میخواییم یا آخرت میخواییم باید ناگزیر هستیم که علم کسب کنیم. همچنان یک دانشمند میگه اگر کلید همه خوبی ها علم است، کلید همه تعالی و ترقی علم است. پس نمیرسیم نه به الله نه به دنیا مگر بر علم. موفق سربلند سرفراز باشید. السلام علیکم.